خیلیا که کار طراحی وبسایت بدون نیاز به کدنویسی انجام میدن، برای خیلی از کارفرماها میان یه قالب آماده خریداری میکنن، قالب آماده رو نصب میکنن، یعنی وردپرس رو نصب میکنن، قالب روش نصب میکنن و تحویل کارفرما میدن. میگن اینم وبسایت اولیه‌تون بالا اومد. برای یه همچین کاری که حد اکثر میخواد یک روز کاری زمان بگیره، حداقل مبلغ 10 میلیون تومان دریافت میکنن. پس خیلی مهمه. البته اینو من اصلا تاییدش نمیکنم این کارو، به خاطر اینکه اون کارفرما بابت این کار به ما پرداختی نداره و میخواد یک سایت کامل داشته باشه که در ادامه کاملا یاد میگیریم که چقدر به سادگی ما میتونیم یک وبسایت بیاریم بالا بدون نیاز به کدنویسی. اما میخوام بگم که یکی از مهمترین بخشایی که ما توی طراحی وبسایت باید یادش بگیریم بارگذاری قالب روی وردپرس، یعنی نصب قالب روی وردپرس. خب قالبو ما باید آماده، میتونیم از قالب‌های آماده استفاده کنیم یا قالب اختصاصی نوشته بشه که نوشتن قالب اختصاصی نیازمند کدنویسیه. ما میخوایم بدون نیاز به کدنویسی آموزش طراحی وبسایت رو ببینیم، پس از قالب اختصاصی استفاده نمی‌کنیم و میایم از قالب‌های آماده استفاده می‌کنیم. برای خرید قالب‌های آماده وبسایت‌های زیادی هستن که میخوام که حالا همه اینا رو خود آقای علیرضا گل بهمون توضیح بده، برای اینکه ببینیم که چطور میتونیم قالب رو روی وردپرس نصب کنیم. این ویدیو رو لایک کنید و تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. سلام به همه دوست عزیزم در کانال بیتکریتیو استودیو. خیلی خوش اومدیم به یکی دیگه از آموزش‌های 0 تا 100 طراحی وبسایت بدون نیاز به کدنویسی. خیلی طولانی نکنم صحبتامو، بریم سر اصل مطلب. و علیرضا مرسی که شروع می‌کنیم و توضیح میدی بابت اینکه چطور میتونیم قالب خریداری بکنیم و نصب بکنیم روی وردپرس. خب بریم برای خرید قالب و نصبش روی هاستمون. اگر توی گوگل خرید قالب وردپرسی رو سرچ کنید، دو تا گزینه اولی که پیشنهاد میده گوگل بهتون راستچین و ژاکته که هر دو تاشون از بهترینای ایرانن و افزونه‌ها و قالب‌های خیلی متنوعی رو در اختیارتون قرار میدن. حالا ما لینک تخفیف ویژه و خرید مستقیم رو از این دو تا سایت توی دیسکریپشن این ویدیو قرار دادیم که میتونید با تخفیف از این لینک قالب و افزونه مورد نظرتون رو بخرید. حالا من توضیحات کلی رو روی راستچین یا همون RTL میدم و در خصوص ژاکت هم یه سری توضیحات میدم بهتون. توی همه این سایت ها بخش مختلفی هستش برای خریدن قالب وردپرسی و افزونه ها. ما توی این ویدیو بیشتر با بخش قالب ها کار داریم که قالب ها هم خودشون به چند دسته تقسیم میشن. شما با توجه به سایتی که قراره طراحی کنید و موضوعی که داره باید قالب مخصوص به همون رو خریداری کنید که اینجا دسته‌بندی فروشگاهی، چند منظور، خبری، شرکتی، شخصی، نمونه کار، تک صفحه‌ای و لندینگ، وبلاگ، پزشکی، آموزشی، رستوران و کافه و حالا یه سری دسته‌بندی‌های دیگه هم داره که خب از اسمشون کاملا مشخصه که چه کاربردی دارن. اما موردی که ما اینجا میخوایم روش کار کنیم قالب‌های چند منظوره هستش. قالب‌های چند منظوره معمولاً بخش متنوعی دارن و شما میتونید توش هم سایت فروشگاهی برای مثال راه اندازی کنید، هم سایت شخصی، هم سایت شرکتی و هم سایت نمونه کار. و خب به نسبت قالب‌های سنگین‌تری هستن، ممکنه نظر قیمتی هم یکم متفاوت باشن با نسبت به قالب‌های دیگه. وقتی حالا ما قالب‌های چند منظوره رو بزنیم گزینه‌های مختلفی رو پیشنهاد میده، اما قالبی که ما قراره تو این آموزش باهاش کار کنیم قالب 7 که پوسته چند منظوره نوشته که میتونید حالا توضیحاتش رو بخونید. یه سری آموزش ها داره، ویژگی‌هاش رو معرفی کرده و در نهایت افزودن به ثبت خرید رو بزنید و دانلود بشه. من همین فرآیند رو توی ژاکت هم براتون توضیح بدم. توی ژاکت هم دقیقاً همین دسته‌بندی‌ها از بابت قالب و افزونه هستش. اینجا می‌بینید فروشگاهی، شرکتی، المنتور، چند منظوره و حالا دسته‌بندی دیگه. متاسفانه به خاطر محدودیتایی که وجود داره ما نمیتونیم نسخه کامل آموزش رو توی این ویدیو داشته باشیم، اما میتونید نسخه کامل آموزش خرید قالب رو توی کانال تلگرامی بیت استودیو مشاهده کنید که آدرس کانال توی دیسکریپشن ویدیو قرار گرفته. خب ما تو ویدیو قبلی وردپرس رو روی هاستمون نصب کردیم، بالا آوردیم و به این صفحه پیشخوان رسیدیم و تا همینجا ثبت کرده بودیم. حالا میخوایم بریم قالبمون رو نصب کنیم. توی پنل سمت راست بخشی وجود داره به اسم نمایش که اینجا گزینه پوسته رو نشون میده. اگر روی پوسته بزنیم پوسته هایی که فعال هستن و بارگذاری شدن روی هاست رو نشون میدن
این 3-4 تا موردی که نشون میده پیش‌فرض خود هاست و وردپرسه که میتونید بعدا هم پاکشون کنید چون کاربردی ندارن. ما الان قراره که پوسته 7 یا همون قالب 7 رو نصب کنیم. این بالا دکمه افزودن پوسته هستش، کلیک میکنیم و اینجا بارگذاری پوسته رو میزنیم. توی این قسمت ما باید فایل قالب خودمون رو آپلود کنیم. من اینجا حالا به صورت درگ اند دراپ جا میکشم و همکنون نصب کنید رو میزنم. خب در نهایت به ما این پیام رو داد که پوسته به خوبی نصب شد. اگه برگردیم توی بخش پوسته میبینیم که قالب 7 اضافه شده، اما قالب فعالمون همون قالب قبلی. کافی که اینجا روی دکمه فعال نمایید کلیک کنیم و پیام فعال سازیش میاد. اگر من حالا توی برگه ها برم یا همین صفحه اصلیش، سایت رو با قالب جدید بهم نشون میده که همون لوگو 7 و نشون میده که کامل قالب ما نصب شده. اگر دوباره به پنل برگردم میبینید که یک گزینه‌ای هم به اسم پوسته 7 اضافه شده که همون تنظیمات مربوط به قالبه که توی ویدیو بعد حالا قراره بهش بپردازیم. اما الان ما تونستیم کامل فرآیند خرید، دانلود، نصبش رو انجام بدیم و قالب ما بارگذاری شده. خیلی ممنونم علیرضا و در نهایت هم باید بگم که فراموش نکنید اگر هر یک ثانیه این ویدیو براتون جذاب بود دکمه لایک رو فشار بدین و برای اینکه ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید. مرسی که حمایتمون میکنید.